ایران جهانی در یک مرز. سالهاست که روی این عنوان کار میکنیم. معناش این هست که اکثر اون چیزهایی که در دنیا وجود داره، چه از نظر طبیعی، چه از نظر تاریخی، از نظر فرهنگی، در این جهانی در یک مرز وجود داره، یعنی در کشور زیبای ما. من شما رو دعوت خواهم کرد برای دیدن یکی از شگفت‌انگیزترین جاهای ایران، شاید بهتون بگم یکی از شگفت‌انگیزترین جاهای دنیا. 8 ماست که در کرمان دارم کار میکنم برای همین مستندی که دارید میبینید و تقریبا 4 یا 5 ماه دیگه هم باقی مونده. اینقدر کرمان از هر نظر متنوع و پرسوژه است. چرا کرمان جای عجیبیه؟ برای اینکه مرز بسیار باریکی بین بهشت و جهنمه. فیلمی من ساختم که رفتیم به گندم بریان و گرمترین نقطه کره زمین رو ما در اونجا پیدا کردیم. اسمش بود یک گام تا دوزخ. یعنی واقعا چند کیلومتر آن سوتر یک گام تا دوزخه، چند کیلومتر این سوتر یک گام تا بهشته. در نتیجه ما به کرمان داریم میریم تا شما رو با یکی از شگفت‌انگیزترین جاهای ایران و شاید با یکی از شگفت‌انگیزترین جاهای دنیا آشنا بکنیم. کرمان.